دو توی رابطه هستی؟ تا حدودی. رابطه کی پایدارتر و محکم‌تره؟ یه ذره جدی‌تره. شما زنگ بزن به دوست دختر ایشون و ببین که اول رابطه‌شون چجوریه. دیگه شکرابه دیگه. اگر اینو گفتهش و تایید کرد بگو از اول من خوشم میومد ازت. ببین چیکار می‌کنه دیگه. به نظرت زدا؟ سوسوه. خوشتیپم از خدا وکیلی. سلام بیبی، چطوری؟ چه خبر؟ محمد چه خبر؟ باهاش صحبت میکردم میگفت یه ذره رابطتون انگار شکرابه. گفتم یه زنگ بزنم ببینم در چه حالی چیکار میکنی. یه ذره شیطونه دیگه این پسر. مبینا راستش کارت داشتم الانم که رابطت با چیز یه ذره به هم خورده با محمد، گفتم به فالنیک بگیریم دیگه. آره من فالنیک بگیرم حالا فعلا. البته ببین من اصلا اون اولش شما رو دیدیم اصلا من میخواستم بیام بهت شماره بدم ولی اوکی نشد. یعنی محمد گفت مثلا من خوشم اومده اینا دیگه، من کوتاه اومدم. ولی حالا الان که میبینم مثلا چیز شدیم اوکی کنیم یه ببینمت یه صحبت با هم بکنیم. خجالت بکش. چرا؟ خیلی حرفت باید بزن. خب مگه نمیگی اوکی نیستین با محمد؟ چه ربطی داره؟ اوکی نباشن یا باشن تو دوستمونی؟ پس به محمد هیچی نگو. من بگم حاجی برگام اینو بگیرش. دفعه اولی بود که واقعا کسی خیانت نکرد. دیگه چالش من تموم میکنم همینجا.